جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران، خواهر و برادر را در این برنامه‌ای که پیام‌های قرآن بیان می شود، همه شما را خوش آمدید می گویم. الله سبحانه و تعالی پیام دیگری برای بندگان خود دارد. در سوره یوسف علیه السلام این پیام چیست و چی میگوید و ما را متوجه می سازد؟ انه من یتقی و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. الله سبحانه و تعالی در آیه 90 در سوره یوسف در ابتدای آیه اینه که الله سبحانه و تعالی میگوید، بیان میکنه جریان گفتگوی برادران یوسف را با یوسف علیه السلام. قالوا ائنک لانت یوسف. برادران یوسف برای یوسف علیه السلام میگن، وقتی گفتن آیا به راستی تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هذا اخی. بله من یوسفم و این برادر من هست. قد من الله علینا. این احسان خداست که بر ما شده. انه من یتقی و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. کسی که تقوای الهی را پیشه خود بسازد و صبر نماید، بیگمان الله سبحانه و تعالی ضایع کار نیست. لا یضیع اجر المحسنین، ضایع نمیکنه اجر و پاداش نیکوکاران را. این آیه مبارکه در سوره یوسف علیه السلام این پیامر داره که وقتی الله سبحانه و تعالی زندگی یک بنده محبوب، بنده که مورد پسند الله هست، جز انبیای الهی هست، الله سبحانه و تعالی میآید داستان یوسف را به ما بیان میکنه. و این پیام در سوره یوسف، انه من یتق و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. من همیشه این را برای شما عزیزان میگویم که وقتی ما این برنامه را انتخاب کردیم به عنوان پیام های قرآنی، تا این آیاتی که به عنوان پیام گفته میشه، آیات موجز، خلاصه، کوتاه، این را حفظ کنید، سرمشق زندگی بشه. کسی که بترسه از خدا و صبر نمایه میشه جز نیکوکاران و الله سبحانه و تعالی هم اجر و پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکنه.
یوسف علیه السلام وقتی برادرانش با او حسد ورزیدن، او را بردن، بعد از اینکه لط و کوب کردن، او را به چاه انداختن، او را فروختن، چون یوسف علیه السلام از خدا می ترسید و صبر را پیشه خود ساخته بود. الله سبحانه و تعالی پاداش او تقوا و پاداش او صبر و اینها را هم در دنیا نصیب یوسف علیه السلام و هم در آخرت که جایگاه و مقام یوسف علیه السلام واضح و مشخص هست، جز محبوبان الهی هست. پس این آیه مبارکه این پیامر داره: بترس از خدا و صبر را پیشه کن. یوسف علیه السلام چگونه از خداوند ترسید و صبر را پیشه کرد؟ در این سوره ما شما وقتی سوره یوسف علیه السلام بخوانیم کاملا این قضیه برای ما واضح و شفاف که وقتی با خدا بودی الله درهای بسته را هم بروی تو باز میکنه. هنگامی که یوسف علیه السلام در خانه های پی در پی و دروازه هر خانه محکم قلف زده، وقتی قفلهای محکم خورده بود، آن همسر عزیز مصر از یوسف علیه السلام وقتی تقاضای گناه و معصیت کرد، وقتی خود را هم آراسته کرده بود و خود را آماده ساخته بود و یوسف را وقتی طلب کرد، چی گفت؟ قالت هیت لک، من برای تو آماده شدم. ای جوان مسلمان، ای کسی که تو میخواهید که الله درهای خیر را بر روی تو باز بکنه، درهای بسته از جایی که ناامید شدی و امید این را داری که یک گشایش و فرج پیدا بشه، این پیام قرآن را متوجه باش: انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. همسر عزیز مصر چی گفت؟ قالت هیت لک، من برای تو آماده شدم، در خدمت تو هستم. یوسف علیه السلام اینجا تقوا را پیشه خود ساخت، گفت معاذ الله، من به خدا پناه می جویم، و صبر را پیشه خود ساخت. وقتی صبر را پیشه خود ساخت، تقوا را، خدا ترسی را مد نظر گرفت، الله سبحانه و تعالی درهای بسته شده را باز می کرد. ببین جوان عزیز، خواهر و برادر، تقوا و صبر دروازه های بسته شده را باز می کند. یوسف را از قعر چاه می آید عزیز مصر می کند. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر می فرماید: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، کسی که از خدا ترسید و نفس را زیر پا کرد، فإن الجنة هي المأوى، جنت از آن اوست. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید: و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر صبر کردید و تقوا را پیشه خود ساختید، به شما هیچ ضرری کسی رسانده نمیتونه. مکر ایشان، حیله ایشان برای شما نمیرسه. هر کس بخواه به شما مکر، حیله، ضربه
داشته باشه، الله سبحانه و تعالی شما را از همه گزندها حفظ میکنه، از همه آفتها، از همه مکرها الله شما را حفظ میکنه. این پیام خیلی مهمه. انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله سبحانه و تعالی بیان میکنه در آیه دیگر ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الله اکبر. اگر اهل این قریه، اهل این شهر، هر قریه، هر شهر، هر مملکتی، در هر جایی که هستن، اگر تقوای الهی را پیشه خود ساختن، ولو ان اهل القرى آمنوا، ایمان و تقوا چی میشه نتیجه؟ لفتحنا علیهم برکات من السماء، دروازه های آسمان باز میشه. همانطوری که دروازه های محکم که به روی یوسف الله باز کرد، به روی تو مسلمان هم الله دروازه های آسمان را باز میکنه، خیر میآیه، برکت میآیه. او مشکلاتی که داری الله مشکلات را برطرف میکنه. الله که مشکل گشا هست. پس این پیام قرآن را متوجه باشید که یوسف به برادران خود گفت لقد من الله علینا، این احسانی که بر ما شده الله کرده، این احسان از جانب الله است. انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله ضایع کار نیست. الله ضایع نمیکنه اجر و پاداش نیکوکاران را. نکته که در این آیه مبارکه و آیات دیگری وقتی میبینیم، صبر به همراه تقوا خیلی از جاها با هم ذکر میشه. انه من یتقی و یصبر. آیه دیگه میگه و ان تصبروا و تتقوا. اینها با هم دیگر اغلبا جاهایی که میایه معنا اینه که تقوا فعل امره، کاری که فعلی که مأمور انجام میده. وقتی تو حرکت میکنی میری به طرف نماز، این تقوا هست. این تقوای تو، خدا ترسی تو را وادار کرده که نماز بخوانی. وقتی حجاب میگیری این تقوای توست. وقتی زکات میدی، وقتی حج میری، وقتی بالاخره روزه میگیری، به کارهای خیر وقتی حرکت میکنی، اینه که تقوا هست. اما صبری که ذکر شده، بازداشتن خود را از او چیزایی که نهی شده. وقتی برای تو گناهی میسر شد که گناه کنی، صبر میکنی. حلال تقوا هست و در مقابل حرام که روبرو شدی صبر کردی، شاخه دیگر تقوا. مجلس گناه بود نرفتی، صبر کردی. جای گناه و معصیت بود نگاه نکردی، قدم نگذاشتی. معامله حرام بود انجام ندادی. برای تو رشوت و قمار و سود و ربا، مسائل ربوی میسر شد، صبر کردی، دست به حرام پیش نبردی. یعنی از او چیزایی که الله تو را منع کرده صبر کردی. اینجا تقوا و صبر که یک جا شد، تو انسان متقی میشی. وقتی انسان متقی شدی، جز محسنین میشی، جز نیکوکاران. وقتی جز نیکوکاران شدی، الله متعال میگه فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. در آیات دیگر میگه ان الله مع المحسنین. خدا همراه نیکوکاران هست، حامی نیکوکاران هست. الله نیکوکاران را دوست داره. پس این پیام قرآن را فراموش نکنید که انه من یتقی و یصبر، کسی که از خدا بترسه و صبر کنه، اگر در قعر چاه هم باشه،
این تقوا و صبرش آخر او را عزیز مصر میکنه، تاج سر انسان ها میشه، نور چشم انسان ها میشه، عزت را الله میده برایش. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. الله سبحانه و تعالی ضایع کار نیست و ضایع نمیکنه اجر محسنین را. پروردگار عالم برای همه ما توفیق بده که تقوا و صبر را سرمشق زندگی خود بسازیم تا جز محسنین باشیم. وقتی جز محسنین شدیم الله حامی ما میشه و الله ما را به دوستی انتخاب میکنه و به دوستی میگیره و سرانجام جایگاه محسنین جنت الفردوس میشه. الله همه ما را جز محسنین و نیکوکاران داشته باشد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خدای یکتا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. وجماله إعجازه وحروفه وكماله الوحي جاء به